سلام بچه، حالتون چطوره؟ تایسی هستم. خیلی خوش آمدید به ویدیو جدید. قبل از هر چیزی بچه لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم یوتیوبتون خبر بده. تایسی ویدیو گذاشتم و بیاید ببینید. آقا امروز اومدم موزله یه چیزی از مهمترین ببینید توی ویدیو قبلی اگه یادتون باشه بهتون گفتم که بچه میخوام سنسیویتیتون رو اوکی کنم. اگه دیده باشید که من چطوری شاتگان میزدم، چطوری رایفل میزدم، مثلا رایفلم حرف نداشت و اینا. آقا ببینید بچه ها اینا بکن. آقا بزن بریم سراغ ویدیو. اینو داشته باش، فقط از من هیچی نداشته باش از من. بزن بریم بابلش کن. آقا ببین، اول شاتگان من باید بندازم. اول بچه ها یه دونه SMG باید بکشیم. خب این ورم بچه ها این قسمت شما نگاه کنید، این آچار بالا میزنید ادبات تا آخر ادبات میزنید، رایفل رو برمیدارم. رایفل میگم SMG. بچه ها SMG میزنم ببینم چقدر میسیدم. خب الان ببین، بذار من این پیک خشاب روی بندازم تموم نشه. خب ببینید من خیلی دارم میسیدم اصلا. حالا ببینید سنس SMG من بخوام از SMG بزنم، از نزدیک بخوام بزنم یکم برم میشست. خب میرم حالا رایفل تست میکنم. ببینید ایم اسیست کمی داره واقعا. ببین من روی اکانت رفیقم بودم، اسیست گانام ایم اسیستشون خیلی بالا بود و میزده قفل میکرد رو انمی دیگه، مثلا برداشته نمیشد همونجا جنه. حالا قبل از این بریم سراغ اسنایپرها و شاتگان‌ها اینا توضیح بدم بهتون. مثلا اسنایپرم حالا یکم هم بده، اسنایپرم بد میزنم. آقا بریم کلا بهتون بگم سنسیویتی روی چه قضیه‌ای کار میکنه و میچرخه. بچه ها ببینید، حالا من چرخ صفم خیلی بالا سال بگم این قسمت بچه ها، این قسمت که میزنم، این قسمت 183 مهمترین بخش سنسیویتی این قسمت بچه ها. این قسمت های بالا اگه ببینید من میزنم عدد بالا پایین میشه. حالا اینا به صورت دیفالت چیده شده. فیکس اسپید و اسپید اکسلریشن مهمترین هاشن بچه ها. اون وسطی رو شما اصلا نگاه نکنید چون خودم هم نمیدونم چیه، حالا اشکال نداره. اینا که من میگم مهمه. بچه ها ببینید فیکس اسپید یعنی شما به هر سرعتی دستتون رو صفحه بچرخونید با اون مقدار میچرخه که میبینید من الان با سرعت 1000 تا هم بچرخونم یکم میچرخه، همون 120 میچرخه، 120 یا 140 میچرخه. خب و بچه اگه میخواین سنستون رو تنظیم کنید حتما برید روی بخش قدیمی. ولی اسپید اکسلریشن که حالا من گذاشتم 184، من آروم اگه دستمو بچرخونم آروم میچرخه، تون بچرخونم الان یه دور کامل زد. اینجوری شده الان. دقت اگه کرده باشید الان دوباره یه دور زد. حالا با هر کدوم که راحتید میتونید بازی کنید. خب حالا اسپید اکسلریشن میتونید بازی کنید، میتونید فیکس اسپید هم بازی کنید، فیکس اسپیدو. ولی بچه‌ها دست من سریع، من میگم دست بعد ببرینش بالا. از نظر من فیکس اسپیدو بعد یکم ببرین بالا. حالا سریع یا کنده اون نمیدونم حالا، ولی بعد فیکس اسپیدو یکم ببرید بالا. من بچه‌ها به نظرم 183 خیلی سنس بالایی برای منه. سنس هم بچه دیگه سیزن جدید اومده، سنس ها رو که کال اف دیوتی خودتون میدونید قشنگ خرابشون میکنه. من الان نگاه کنم 150 گذاشتم، این قشنگ میتونم موومنت همو بزنم، همه کارم انجام بدم. اوکی دارم کار میکنم. این اصلی ترین بخش سنس بود. خب بریم بهتون بگم سنس رایفلتون چیکار کنید. اول یه رایفل میکشم 117، حالا مثلا M4، حالا هر چیزی که دوست داشتید میتونید بکشید. من هم 117 میکشم، هم M4.
بچه اتچمنت سریع هم توی چند تا پارت قبل میگم، توی چند تا ویدیو قبل دادم. بچه میریم پایین. برو پایین دیگه، برو پایین. شما بچه این قسمت لو، مدیو، های و کاستوم رو نگاه کنید که الان روی کاستومه. شما به روی مدیوم پلی بدید اول. خب میرید داره یه سنس خوب، حالا یه نسبی خوب میچینه. خب که حالا این اسیست بالا همه چی اوکی. خب من اول با این پلی میدم. میبینم چطور بزنم، مثلا چطوری میبینم دارم میزنم. حالا یکم که پلی دادم میرم روی هایم تست میکنم. سنسیویتی رو میام میذارم روی های. یه تست دیگه، یه نگاه دیگه میندازم. یا کدوم بهتر دارم کار میکنم. اینجا به جای انفور یه شاتگان میکشم. هر دوتا رو تست میکنم. چون بچه ببینید اصلی ترین بخش سنس شاتگانه. و بچه من هدفم توی کامیونیتی که نمیشه حالا توی یوتیوبر شدن هدفم کمک به شما و میخوام یه سری موبایل پلیر و کاستوم پلیر حرفه‌ای بسازم. یه رایفل میکشم تست میکنم، یه شاتگان میکشم تست میکنم. چون اون بر شاتگان نکشم دوباره میرم روی مدیوم تست میکنم. روی مدیوم یه تست دیگه انجام میدم روی شاتگانم. من چطوری دارم میزنم. خب هر کدوم بهتر بود روی اون میزنم. من به نظرم روی های بهتر میزنم. خب پس تا اینجا روی های من بهتر میزنم. هر جوری که خودتون عشقتون میکشه حالا میتونید چی کنید. من روی های بهتر میزنم روی های میزنم. های بچه‌ها یه سنس نسبی خوب میچینه براتون، با اینکه فقط ADS ها خیلی میره بالا. ببینید مثلا رایفل خیلی خوب چید. چون ما کلا ADS نمیخوایم بزنیم بچه‌ها. منظورم از ADS اسکوپ 2 4 و 6 و 8. ما واقعا اسکوپ روی گانم به شخص خودم نمیدادم. شما نمیدونم. شما رو هم بچه‌ها پیشنهاد میکنم اسکوپ روی گاناتون نندازید. به دلیل اینکه بچه‌ها اسکوپ اگه بندازید خودتون دقت تیرتون میاد پایین. خب بچه‌ها حالا میرم توی این قسمت. دوتا اولی یکشون 75 یکشون 110. ADS سنسیویتی 110 بچه‌ها همیشه 20 تا 30 تا بیارینش پایین‌تر. وقتی روی های میچینید همیشه بیارینش 20 تا پایین‌تر. من روی 83 قرارش میدم. خب ببینید یه کم خوبه، فقط بچه میارمش پایین‌تر دوباره. ببینید سنس پایین رایفل اینی که داریم قرار میدیم الان 83 ADS سنسیویتی مال رایفل بچه بقولم شو 68. هرچی بچه سنس پایین‌تر باشه خب از ایم اسیستتون بهتره، ایم اسیست بیشتری بهتون میده. ببینید الان کلا ایم اسیست من مثل اینکه خاموش خودم دارم میگیرم. یه چیز بزنم. ایم اسیستم آف بود. خب تو ببین من ایم اسیستمو آن کنم چی بشه این سنس. خب جان تو برادر ببین من ایم اسیستم آف بود یه طوری کف آلکا میخوابوندم اصلا. این هم اینطوری پس الان خدا باید شده باشه. ببین این الان به نظرم خیلی سنس اوکی شده. من باید برم آلکا بزنم اش کنم. این سیستم آف بود الان آنش کردم. ببین یکی از بچه راه های قوی کردن اینه که چند وقت با ایم اسیست آف بازی کنید. ببینید اصلا ایمتون خدا میشه مثل من میشه. خب بریم سنس شاتگانم اوکی کنم. بچه به نظرم من یکم شاتگان بزنم اول. شاتگانم بچه من به نظرم بالاه. دارم همینجور میزنم حس میکنم شاتگانم خیلی سریعه. میارمش پایین‌تر. من سنس اسنایپ هم بهتون یاد میدم. اصلا بچه‌ها اینجور سبک ویدیو اگه دوست داشتید من یکم بیام پایین‌تر. اینجور سبک ویدیو اگه دوست داشتید توی کامنت ها بگید ویدیو هادم براتون بذارم که برید عشق کنید. بچه‌ها سنس شاتگان اینه که 75 من حس می‌کنم خیلی سریع میارم 66. یه
تست میگیرم ازش. ببینید یکم فقط دارم میس میدم میسلی شده. ببین ایلیس رو چجوری میزنه فقط. بازم بچه ها به نظرم ببینید سنسیویتی میرم تو دومی، اینجا میارمش پایین بچه ها. اینو میارم پایین، اینم میارمش روی. به نظر نگاه الان میزنیم نگاه. بزن دیگه. آها این یکم اوکی شد به نظرم. اینجا من اسپید اکسلریشن هم چرخش صفم بالاه، میارمش پایین تر تست میکنم. ببین یه راه دیگه هم هسته برای بچه ها برای تنظیم سنس شاتگانتون اینه که بچه شما یه نقطه رو در نظر بگیرید، موومنت های مختلف بزنید، همون نقطه رو بزنید چند بار بزنید، همینجوری چند بار بزنید تا سنستون بچه دستتون بیاد. خب حالا باگم شدیم ما. بریم بچه ها برای الان سنس رایفل اوکی کردم، شاتگان اوکی کردم. ببین ایمو بین چجوری رایفل داره مینوازد. شاتگان هم بچه به نظرم هنوزم بالاست. با این سنسیویتی جدید بچه یه ویدیو هالکام براتون صبح میذارم که احتمالا بشه پنجشنبه یا شاید چهارشنبه. دقیقا من الان دوشنبه است دارم ویدیو رو ضبط میکنم. اگه ویدیو منو ندیدید که امروز آپلودش کردم برید ببینید، یا چهارشنبه یا پنجشنبه هم ویدیو جدید براتون از با همین سنسیویتی میذارم با اندکی تغییر. الان من چون باگم بچه‌ها نه حالا اوکی الان 65. بریم یه شاتگان چی کنم، خیلی اسنایپ میکشیم. 12 دقیقه ویدیوش دوباره. خب بچه‌ها نباید خیلی طولش بدم. اسنایپ بچه‌ها همینجوری بزنید توی اسنایپ بچه‌ها، توی ستینگ بعد بخش اسنایپر اسکوپ رو بالا پایین کن. الان من میزنم یه دونه بات میارم روی همون تست میکنم. این هم سنس هم کنده یا سنس هم سریعه. بعد ببینید الان سنس من به نظرم واسه اسنایپ اوکی. بعد من از یه بری اسنایپ پلیر هم نیستم. به نظرم بچه سنس من واسه اسنایپ خیلی اوکی، دستش نمیزنم. ولی شما باید در واقع اسنایپر اسکوپو بالا و پایین کنید. این بخش بچه ها ژیروسکوپ سنسیویتی و همه رو بچه صفر کنید. بهتون میگم چرا همه رو صفر کنید. بخش سوم ژیروسکوپ سنسیویتی همه رو صفر کنید. تایم این ویدیو هم یکم زیاد شد دیگه، چیکارش کنید دیگه باید بذاریمش. همه رو صفر کنید. صفر صفر آها صفر. حالا من ادبات میزنم چهار تا بات بیام. یه این اسیست بچه ها فضایی بهتون ببین، یعنی رو هر انمی بگیرید گفت کنه بره روش دیگه. ببین اشهدش کنده. ببین یه چند تا راه هم بچه براتون یه ویدیو میسازم، اگه دوست داشتید داخل کامنت ها بگید که بسازم چطوری ایمتون رو اینجوری مثل من کنید. یه دونه از راهاش هم الان بهتون گفتم، این که چند وقت با ایم اسیست خاموش پلی بدید. ببین تورنمنتیه. ببین این دیگه. حالا بچه همه اینا چی کردیم یه دونه SMG هم بزنم ایش کنم. ببین سنس SMG یکم بالاه ولی اوکی هم باش خیلی خوب میزنه. بچه ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده.
تا آیسی ویدیو گذاشتید بیا برید. عشق منید بوس بابایی ببخشید قبلش اگرم که از این سبک ویدیو دوست دارید